امروز من اومدم تا یه سری حقایق رو براتون فاش بکنم، یه سری دروغ هایی که میبینید و میاین همون فیلم ها رو نشون میدین، میگین اینو ببین چه قشنگه، من اینو میخوام، من میخوام که لبام این رنگی بشه یا لبام این شکلی بشه، یا ببین فلان کس کار کرده اصلا ورم نداره کارش. یه چیزی رو میخوام الان بهتون نشون بدم که به این درک برسین که بعضی چیزا دروغ یعنی خیلی شیک براتون نمایش میدن، فیلم بازی میکنن و شما باور میکنین و جالبه میرین پیششون خدمات میگیرین، بعد میگین که رفتم میشه فلانی ولی چقدر مثلا نتیجه کار اونجوری نبود که دلم میخواست. پس حتما تو این ویدیو همراه من باشین، مرحله به مرحله با هم پیش بریم، یه سری چیزا رو بهتون نشون بدم، شاید واقعا به نفعتون باشه، به دردتون بخوره و حتما اینو برای دوستاتون پیگمنترهای شهرتون بفرستید. ممنون میشم از حالا بریم قسمت سوزن. یادتون باشه اینو در نظر بگیرید، دستگاه حالا من بخاطر اینکه سوزن خوبی باز نکنم، این سوزن معمولی آوردم، دستگاه میتونه روشن باشه ولی سوزنش بیرون نباشه به این صورت. بعد حتی روی لب، با هم میخوام لبم رو با هم دیگه بریم که لب من رو شکل لب بزنیم. خب حالا بریم که شکل لب بزنیم. میخوام برای خودم، البته دستش هم ندارم، اصلا رعایت نکردم ببخشید. ولی میخوام بهتون نشون بدم که جلوی تصویر چجوری از این همکارا کار میکنن. میخوام بهتون با رسم شکل نشون بدم. ببینید خیلی هم عالی رنگ میگیره ها. بذارین نتیجه رو بهتون نشون بدم. فقط صبور باشین. البته که توی فیلماشون در عرض یک ثانیه این اتفاق میفته. خب آماده اید نتیجه شکل لبی که برای خودم زدم رو ببینید؟ خودم که خیلی عاشقش شدم، خیلی دوستش دارم. بریم که نتیجه شکل لب خودم رو ببینیم که سه تا صدش رو جلوی شما انجام دادم بدون ورم، یه رنگ خیلی طبیعی، همون چیزی که خیلیاتون عاشقشین و برای ما عکس میارن که ما اینو می‌خوایم. 3 2 1 چه خوشگل شد. ببینید یا نتیجه یه دروغ واقعی که خیلی‌ها میان جلوی دوربین بازی میکنن، گولتون میزنن، شما باور میکنین، این رنگا رو انتخاب میکنین یا حتی کم رنگ‌تر از این، ممکنه رنگش به صورتی بره، ممکنه به رنگ دیگه بره. حالا در ادامه براتون استوری میذارم و نشون میدم که اینا همش دروغه. یه تینت رو میان میمالن به لب مدل هاشون، مدل هایی که 100 جا مدل میشن. جالبه مدل ها همینجوری شدن، یعنی به خاطر پول هر کاری میکنن. میان یه تینت میزنن، بعد مدل عکس میره میگه واو، و شما میان اینو برای ما میفرستین، میگین که ما اینجوری میخوایم، ببین فلانی زده چقدر خوشگل شده. بعد جالبه همون فلانی رو بری کاراش از نزدیک ببینی اصلا قابل نمایش دادن نیست. میدونین این افراد با دروغ کاری کردن. لطفاً دروغ‌های فضای مجازی، دروغ‌های همکاری عزیزمون رو در سطح شهر، سطح کشور باور نکنید، به خاطر اینکه این دروغ‌ها باعث شده شما کلاً انتظار دیگه‌ای از پیگمنترتون داشته باشین و هیچ کدوم واقعی نیست، هیچ کدوم، همش فیلم و سریاله. یعنی اینقدر دل ما پیگمنترهای واقعی خون از دست این پیگمنترهای دروغین که واقعاً مجبور شدم بیام اینجا این نکته رو بگم که باور نکنید، همشون برای گرفتن ویو، برای گول زدن شما هست. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه. حالا من تا اونجایی که میتونستم اطلاع رسانی کردم، ولی میخوام حتما